امسال ما عازم حج بودیم، فرسال که نشد. امسال ما عازم حج بودیم و میخواستیم بریم به حج و به تعدادی از نزدیکان و افراد با ما بالاخره همراه بودن توی این حج و خود ما مردم پیشنهادش همین بود که شما نرید. منم متردد بودم که برم یا نرم، ولی انصراف ندادم و منعی که کردن عزیزان من کردن که شما نرید. او شخصی من که من هیچ شکایتی ندارم و به هر حال که من کردن مشکلی نیست، ولی امی افرادی که با ما بودن من اینا را گفتن شما برید به حج، نه سیاسی بودن، نه نام و شهرتی داشتن، اینا را از فرودگاه ها برگردانیدن. این واقعا خیلی جایگله هست و چونکه صریح خلاف نص صریح قرآن ہے کہ قرآن می فرماید ولا آمین البیت الحرام، کسانی که به بیت الحرام میرن شما اینا را جلو نگیرید. مسلمانان را الله توصیه کرده و اگر فرض من هم میرفتم به حج به یک گوشه مسجد الحرام می نشستم، اونجا که کشور بالاخره ثالث و به حج میرفتن، اونجا حج انجام میدادم و برای همه دعای خیر میشد، نقصانی نداشت. ولی چیزی این که تدبیر مهمه که اگر شما نمیخواستید که من برم می آمدید میگفتید که مشوره، شما هم مشورتون مثل مردم به من میدادید که شما بمانید مثل اینجا و من میماندم، بهتر بود و کسی هم بالاخره تبلیغاتی هم درست نمیشد و ما اعتقادیم که با احساسات هیچ کسی نما با احساسات رفتار کنیم و نه کسی دیگه چون احساسات ضربه میزنه، ضربه وارد میکند.